سلام به کانال خانم قاضی خوش اومدید. برای پرونده امروز باید به 40 سال پیش یعنی اواخر دهه 1990 به شهر سدار رپیدز ایالت آیوای آمریکا برگردیم. موضوع پرونده ما میشل ماری مارتینکو، یه دختر 18 ساله که تو شهر سدار رپیدز به دنیا اومده و بزرگ شده بود. میشل 6 اکتبر 1961 از پدر و مادری به اسم آلبرت و جانت مارتینکو به دنیا اومده. یه خواهر بزرگتر به اسم ژانل داشت که حدوداً 12 سال از میشل بزرگتر بود. دلیل این اختلاف سنی زیاد این بود که متاسفانه والدین میشل یعنی آلبرت و جانت قبل از به دنیا آمدن میشل حدوداً 5 تا سقط جنین داشتن. یعنی خیلی میخواستن یه بچه دیگه داشته باشن و وقتی میشل در نهایت در سال 1961 به دنیا اومد واقعاً براشون مثل یه معجزه بود. میشل انگار کل خانواده مارتینکو رو کامل کرده بود و در مورد بزرگ شدن میشل اطلاعات زیادی پیدا نکردم. به نظر می رسید که دوران کودکی خوبی داشته، اما وقتی 12 سالش بود زندگی یک کمی براش سخت شد، چون اون موقع به بیماری انحراف یا کجی ستون فقرات دچار شده بود. در نتیجه چند سال مجبور شد یک کمربند یا کفی فلزی بپوشه تا ستون فقراتش صاف بشه. این کار واقعا براش سخت بود. راستشو بخواین خیلی هم ازش متنفر بود. خواهرش ژانل میگه که این کفی باعث شده بود که میشل خیلی از خودش بدش بیاد. همین موضوع هم اعتماد به نفسش رو واقعا تحت تاثیر قرار داده بود. میشل تا 18 سالگی انگار متوجه زیبایی خودش نبود. یعنی خیلی توجه پسرا رو به خودش جلب میکرد، اما متوجهش نبود یه دختر خوشگل و باهوش و دوست داشتنی توی دبیرستان کندی سدار رپیدز درس میخوند و به موسیقی و تئاتر خیلی علاقه داشت. توی گروه رقص چوب دستی مدرسه هم بود و خیلی عاشق آواز خوندن بود. حتی عضو گروه کور دبیرستانشون هم شده بود و از عضویت توی این گروه خیلی خوشش میومد. در واقع روزی که این اتفاق براش افتاد مربوط به یه برنامه گروه کور بود. تو تاریخ 19 دسامبر 1979 اون شب میشل برای شرکت توی یه برنامه گروه کور رفته بود. این برنامه یه هفته قبل از کریسمس بود. همه تصمیم گرفته بودن که دور هم جمع بشن و یه جشن کوچولو بگیرن، غذا بخورن، نوشیدنی بخورن و خوش بگذرونن. میشل شب خوبی داشت. بعد از شام تصمیم گرفت بره مرکز خرید وستدیل سدار رپیدز که فکر میکنم تازه 2 ماه قبل از این حادثه افتتاح شده بود. مامان میشل جانت از قبل یک کت برای میشل از یکی از مغازه‌های مرکز خرید سفارش داده بود. یعنی پول پیشش رو داده بود و میشل قرار بود اون شب بره بقیه پول کت رو بده و کت رو برداره. بعد از بانک با ماشین بیوک الکترا مدل 1972 خانوادگیش رفت مرکز خرید. تقریباً $186 پول نقد همراهش بود تا پول کت رو بده، ولی وقتی رسید دید که دیگه کت رو دوست نداره و نمیخوادش. پس کت رو نگرفت و رفت تو مغازه‌های دیگه. با دوستایی که اونجا کار میکردن حرف زد. توی مرکز خرید با یه پسر به اسم ترپسی پرایس و یه پسر دیگه به اسم کرت تامس هم صحبت کرد. فکر کنم هر دوتاشون با میشل هم مدرسه‌ای بودن. حدود ساعت 9 یا 10 شب میشل مرکز خرید رو ترک کرد. کرت تامس میشل رو تا ماشینش رسوند و خداحافظی کرد، ولی متاسفانه کرت تامس آخرین کسی بود که میشل 18 ساله رو زنده دید. اون شب دیگه به خونه برنگشت. البته وقتی میشل به خونه برنگشت پدر و مادرش آلبرت و جانت خیلی نگران شدن. چند ساعتی منتظر موندن و امیدوار بودن که میشل زود برگرده، ولی هیچ خبری ازش نشد. از ترس اینکه اتفاق بدی افتاده باشه حدوداً ساعت 2 صبح روز 20 دسامبر به پلیس زنگ زدن و گزارش دادن که دخترشون گم شده. پدر میشل آلبرت بلافاصله شروع به دنبال کردن میشل کرد و پلیس هم زود به جستجو اضافه شد. پلیس اول از همه رفت مرکز خرید، چون پدر و مادر میشل میدونستن که اون شب میشل قرار بوده اونجا بره. حدود ساعت 4 صبح که به مرکز خرید رسیدن ماشین میشل که میشل باهاش رفته بود هنوز توی پارکینگ بود. وقتی به ماشین نزدیک شدن دیدن که میشل توی ماشینه، اما وضعیت خیلی وحشتناکی بود. میشل مرده بود. یه حمله خیلی وحشیانه و وحشتناک بهش شده بود. داخل ماشین همه جا پر از خون بود. یعنی معلوم بود که توی ماشین بهش حمله شده و کشته شده. هنوز لباسای اون شب یعنی لباسای مهمونی که لباس مشکی و یه کت خز سفید و قهوه‌ای بود تنش بود. بعداً معلوم شد که بیشتر از 20 تا شاید هم حتی 29 تا چاقو خورده. به قفسه سینه، گردن، صورت، دستاش چاقو خورده بود و معلوم بود که خیلی تلاش کرده و با مهاجمش جنگیده. فکر میکنم میخواست ماشینش رو روشن کنه و بره که یهو قاتل هر کی که بود
نشست روی صندلی مسافر کنار میشل و شروع کرد به حمله کردن. یه دختر 18 سال قربانی یه قتل وحشیانه و خیلی ترسناک شده بود. ولی چرا؟ بعد از اینکه مامورای پلیس شروع به بررسی پرونده قتل کردن، تقریبا مطمئن شدن که انگیزه دزدی نبوده، چون پولایی که میشل برای خرید اون کت از بانک برداشته بود هنوز توی ماشین بود. قاتل اون پولا رو نبرده بود. میشل یه سری وسایل دیگه هم از مرکز خرید برای خودش خریده بود که هنوز توی یه کیسه توی ماشین بود. اونا رو هم ندزدیده بودن. همینطور فکر کردن شاید یه انگیزه جنسی پشت قتل میشل باشه. با اینکه پزشکی قانونی گفت میشل مورد حمله قرار گرفته، ولی هیچ مدرکی از تجاوز جنسی پیدا نشد. البته این به این معنی نیست که قاتل قصد تجاوز نداشته. شاید نتونسته تجاوز کنه چون میشل خیلی مقاومت کرده. چیزی که مشخص بود این بود که قاتل با قصد و نیت اومده بود، یعنی مسلماً با یه چیزی مثل چاقو یا یه چیزی شبیه اون مسلح شده بود و دستکش پلاستیکی پوشیده بود. اینکه هیچ اثر انگشتی از قاتل پیدا نشده بود و برعکس اثر دستکش پلاستیکی توی خون یا جاهای تیره روی ماشین پیدا شده بود، نشون میداد که این حمله خیلی برنامه‌ریزی شده و حساب شده بود. آیا این یعنی میشل احتمالاً توسط کسی که میشناختش کشته شده؟ شواهد که اینو نشون میدن. اینکه ضرب و جرح زیادی اتفاق افتاده، انگار که یه خصومت شخصی بوده. قاتل یه خشم شخصی نسبت به میشل داشته و با هر ضربه خشمش رو روی بدنش خالی کرده. همینطوری که انتظار میرفت، بلافاصله بعد از شروع تحقیقات، پلیس شروع کرد به بررسی افراد نزدیک به میشل، مخصوصاً مردها. چند تا از این مردها سریع تبدیل به مظنون احتمالی شدن. یکی از مهمترین هاش دوست پسر سابق میشل، یه پسر 19 ساله به اسم اندی سایدل بود. قبل از این اتفاق، وقتی که میشل حدود 15 سالش بود و اندی 16 ساله، توی یه پیست اسکیت با هم آشنا شدن. بعد از یه مدت با هم دوست شدن و حدود 2 سال با هم بودن. ولی بعدش میشل تصمیم گرفت که دیگه دوست نداره با اندی باشه و یه مدتی میخواست تنها باشه. با اندی قطع رابطه کرد و اندی خیلی ناراحت بود که میشل باهاش قطع رابطه کرده بود. نمیخواست ازش جدا بشه. حتی بعد از جدایی هم ولش نمیکرد. هر کاری میکرد تا بفهمه که چه اتفاقی داره میگذره. با دوستای میشل حرف میزد تا بفهمه که آیا پسری تو این قضیه هست یا نه. واقعا خیلی به میشل وابسته شده بود. اندی گفته بود که اون شب، یعنی شب مرگ میشل، به همون مرکز خرید رفته بود. گفته بود که یه برخورد کوتاهی با میشل داشت و بعدش سریع رفت خونه. گفته بود که اون شب موقعی که میشل توی پارکینگ کشته بود، اونم توی خونش بوده و انکار کرد که قاتل میشله. مادرش هم تایید کرد که آره، اندی اون شب خونه بوده، ولی پلیس نتونست این حرف مادرش رو به عنوان حقیقت قطعی قبول کنه، یعنی نتونستن بهش اعتماد کنن. با توجه به این بهونه‌ای که اندی آورد، پلیس نتونست اونو از مظنونی خارج کنه، چون امکان داشت که مادرش هم درگیر باشه. همینطور به نظر میرسید که انگیزه بالقوه برای انجام این کار داشته باشه. واقعا ناراحت بود که میشل باهاش قطع رابطه کرده بود. یعنی انگار این مدلی بود که اگه من نمیتونم داشته باشمش، پس هیچ کس نباید اونو داشته باشه. از طرفی چند تا پسر دیگه هم توی این پرونده به عنوان مظنون احتمالی در نظر گرفته شدن. اینا پسرایی بودن که اون شب تو مرکز خرید با میشل حرف زده بودن. دوستای میشل، از جمله توماس که میشل رو تا خروجی مرکز خرید همراهی کرد و طبیعتاً آخرین نفری بود که میشل رو زنده دید، مورد بررسی پلیس قرار گرفت. همچنین یه پسر دیگه هم که میشل باهاش قبلا دوست بوده هم مورد بررسی قرار گرفت. اسم اون پسر مایک بود که بعداً معلوم شد اصلاً توی اون منطقه نبوده. در کل خیلی از مردا رو بررسی کردم، ولی هیچ کدوم به اندازه اندی سایدل دقیق بررسی نشدن. به نظر می رسید که اندی مظنون اول این پرونده باشه. بیشتر مردم، اهالی محل و اکثر دوستا و خانواده میشل واقعا اعتقاد داشتن که اندی مقصر بوده. خواهر میشل، ژانل، معتقد بود که اندی قاتل بوده. والدین میشل هم همینطور. مشکل این بود که پلیس مدرک محکمی برای اثباتش نداشت. البته این اتفاق اواخر دهه 70 افتاده و اون موقع تکنولوژی‌های پزشکی قانونی برای ارتباط دادن مظنونا به جرم وجود نداشت. یعنی خب پلیس اون موقع هیچ مدرکی نداشت. آثار انگشت توی ماشین وجود داشت، ولی هیچ مدرک محکم دیگه‌ای برای ارتباط دادن اندی به قتل پیدا نشد. پس نتونستن اونو دستگیر کنن، چون بدون مدرک نمیتونستن تو دادگاه ببرنش. بعد از اون اندی سالها زیر بار این شک و تردید زندگی کرد. متاسفانه پرونده میشل حل نشد و سرد شد. خانواده میشل هم توی تاریکی و بدون جواب و عدالتی برای مرگش موندن و انگار که این کافی نبود. خانواده میشل مجبور بودن با مزاحمت‌های تلفنی وحشتناکی روبرو بشن.
بعد از قتل میشل خبر این قتل سریعا همه جا پخش شد. تقریبا همه توی ایالت آیووا از اتفاقی که برای میشل افتاده بود خبر داشتن. خب این یه چیز خوب برای تحقیقات پلیسه، چون پلیس به این اطلاعات نیاز داره تا سرنخ‌های بیشتری پیدا کنه. ولی مادر میشل جانت میگفت که ماه‌ها و سال‌ها بعد از مرگ میشل خیلی تماس تلفنی از طرف آدمایی میگرفت که خودشون رو به جای دخترش میشل معرفی میکردن. جانت گوشی رو برمی‌داشت و طرف مقابل اون طرف خط میگفت که مامان میشل هستم و بعد میخندیدن و گوشی رو قطع میکردن. خلاصه پلیس هم تحقیقات زیادی انجام داد، ولی همه چیز به بنبست خورد. با آدم‌های زیادی صحبت کردن، حتی 10,000 پوند جایزه هم برای اطلاعات گذاشتن، اما سالها گذشت و پلیس نتونست قاتل رو پیدا کنه. متاسفانه آلبرت و جانت پدر و مادر میشل تو سال 1998 هر دوتاشون فوت کردن. خانواده میشل هیچ وقت عدالت رو ندیدن. هیچ وقت نتونستن بفهمن که کی دخترشون رو تو سال 1979 به قتل رسونده. 26 سال بعد از قتل، یعنی سال 2005، یه تیم بررسی پرونده‌های سرد به پرونده میشل رسید. مأمور دگ لارسون سرپرستی این تحقیق رو به عهده داشت. وقتی پرونده‌ها و مدرک‌های قدیمی رو بررسی کرد، با تعجب نمونه‌های خونی که از روی ماشین میشل گرفته بودن رو پیدا کرد. البته تو اواخر دهه 70 پلیس با این مدرک‌ها کاری نمیتونست بکنه، اما تا سال 2005 یا 2006 پیشرفت زیادی توی علم پزشکی قانونی شده بود. لارسون تصمیم گرفت این نمونه‌های سطح خون رو برای آزمایش به آزمایشگاه بفرسته. محققا روی قطعات خون پیدا شده از دنده ماشین یه پروفایل ناشناس پیدا کردن. خونی که روی دنده بود خون میشل نبود، پس باید خون قاتل باشه. این خون از یه مرد بود، ولی فقط همین نبود. وقتی لباس مشکی میشل رو از انبار آوردن و برای آزمایش فرستادن، متوجه یه لکه خون دیگه هم شدن. باز همین خون میشل نبود، همون دی ان ای ناشناس مرد بود. پس این مدرک خون نشون میداد که قاتل احتمالاً موقع قتل خودش رو زخمی کرده. این یه پیشرفت خیلی بزرگ توی پرونده بود. اونا پروفایل دی ان ای قاتل رو پیدا کردن. خب اولین کاری که می‌خواستن انجام بدن وارد کردن این پروفایل به پایگاه داده ملی دی ان ای بود، برای دیدن اینکه آیا با کسی جور در میاد یا نه. ولی متاسفانه هیچ تطابقی پیدا نشد. بعد تیم بررسی پرونده سرد دوباره به مظنون‌های قبلی و آدم‌های مهم پرونده برگشتن. باهاشون تماس گرفتن و ازشون خواستن که به صورت داوطلبانه نمونه دی ان ای بدن تا دی ان ایشون با دی ان ای مجرم مقایسه بشه. از بیشتر از 100 نفر از جمله شوهر خواهر میشل، 2 پسری که اون شب میشل رو توی مرکز خرید دیدن، نمونه دی ان ای گرفتن. حتی از 2 دوست پسر سابق میشل، مایک و اندی سایدل هم نمونه گرفتن، ولی هیچ کدومشون با دی ان ای قاتل جور در نیومد. حتی اندی سایدل، کسی که تقریبا همه فکر می‌کردن قاتل میشل، بیگناه بود. دی ان ایش با دی ان ای قاتل جور در نیومد. سالها زیر این شک و تردید زندگی کرد، ولی راست میگفت، واقعا با قتل میشل هیچ ربطی نداشت. چون دی ان ای همه آدمای زندگی میشل با دی ان ای قاتل جور در نیومد، به نظر میرسید که قاتل یه غریبه باشه. اولش فکر نمی‌کردن اینجوری باشه، ولی چون هیچ تطابقی پیدا نشد، به نظر میرسید که مجرم احتمالاً میشل رو اصلا نمیشناخته. احتمالاً اون شب توی مرکز خرید میشل رو زیر نظر داشته یا دنبالش کرده بوده. وقتی هم که میشل همه رو ول کرد و رفت سمت ماشینش، اینو یه فرصت مناسبی برای حمله میدونسته. متاسفانه بعد از جواب آزمایش و پیدا نکردن یه دی ان ای منطبق با قاتل، پرونده دوباره سرد و ساکت شد. مأمور لارسون حدود 10 سال روی این پرونده کار کرد، ولی تا سال 2015 گفت به جایی رسیده بود که از نظر ذهنی از این پرونده خسته شده بود. حس می‌کرد هر کاری انجام داده ولی متاسفانه نشده. می‌خواست یه مأمور دیگه این پرونده رو بگیره و یه نگاه تازه‌ای بهش بندازه که همینطور هم شد. همون سال 2015 یه مأمور به اسم مت دنینگر پرونده میشل رو دست گرفت. جالب اینجاست که مت تو سال 1979، یعنی زمان مرگ میشل، فقط 5 سالش بوده. باباش هاروی هم مأمور بوده و مت از طریق پدرش پلیس شدن رو انتخاب کرده و اتفاقا باباش یکی از مأمورهای اصلی پرونده میشل تو همون سال 1979 بوده. حالا بعد از 36 سال پسرش وظیفه پیدا کرد که این پرونده رو رهبری کنه. ولی تو سال 2015 وقتی که این پرونده رو گرفت، قطعاً علم پزشکی قانونی پیشرفت کرده بود و
در سال 2017 مأمور دنلینگر برای کمک به آزمایشگاه نانولابز پاوربال مراجعه کرد. هدف این بود که از یک روش جدید به اسم فینوتایپینگ استفاده کنند. امیدوار بودن که این روش یه پیشرفت بزرگ توی پرونده ایجاد کنه. من قبلا هم در مورد این روش تو پرونده‌های قبلیم صحبت کردم. فینوتایپینگ یه روشیه که دانشمندا با بررسی اطلاعات ژنتیکی یه دی ان ای ناشناس میخوان حدس بزنن که صاحب اون دی ان ای چجوری بوده. مثلا میتونن حدس بزنن رنگ چشم‌ها، موها، پوست و حتی نژاد اون شخص چی بوده. بعد با این اطلاعات یه عکس ترکیبی از اون شخص میسازن. همین کارو پاوربال توی این پرونده انجام داد. مأمور دنلینگر یه پروفایل دی ان ای از قاتل رو بهشون داد و اونو هم 3 تا عکس از قاتل درست کردن. این عکس‌ها نشون میداد که قاتل احتمالاً تو سن 25 سالگی با 2 مدل موی مختلف چجوری بوده. عکس سوم هم نشون میداد که قاتل الان بعد از گذشت تقریباً 40 سال از جنایت چجوری شده. برای اعلام این عکس‌ها یک کنفرانس خبری برگزار کردن. بعد از اون مردم شروع کردن به گفتن اینکه این عکس‌ها شبیه فلان شخصه یا مثلا اون شخصه. ولی متاسفانه هیچ کدوم از این سرنخ‌ها به جایی نرسید. سال بعد در سال 2018 مأمور دنلینگر دوباره از آزمایشگاه پاوربال کمک خواست تا از ژنتیک خانوادگی برای پیدا کردن قاتل استفاده کنند. پاوربال پروفایل دی ان ای قاتل رو توی یک پایگاه داده عمومی ژنتیکی به اسم گتمچ آپلود کرد. این سایت یه جورایی مثل شجرنامه خودمونه. مأمور دنلینگر امیدوار بود که پاوربال بتونه فامیل‌های قاتل میشل رو پیدا کنه و درست همونطوری که انتظار داشت این اتفاق افتاد. با جستجو توی گتمچ پروفایل دی ان ای قاتل با دی ان ای یه خانمی به اسم برندی که توی واشنگتن زندگی میکرد مطابقت داشت. معلوم شد که برندی اقوام دور قاتله. حالا مامورا یه نقطه شروع داشتن، میتونستن ریشه خانواده برندی رو پیدا کنن و همه فامیل‌های مردش رو بررسی کنن. حتی به اجداد دورش هم رسیدن. ساختن این لیست ماه‌ها طول کشید ولی در نهایت مأمور دنلینگر تونست جستجو رو به 3 برادر محدود کنه. این 3 برادر کنت، دونالد و جری بودن. همه توی آیووا که فقط 44 مایل با محل جنایت فاصله داره زندگی می‌کردن. 2 تا از برادرها کنت و جری تا سال 2018 هنوز هم توی همون منطقه بودن. از نظر ظاهری همشون مردای خوب و قابل احترامی به نظر می‌رسیدن. هیچ کدوم سابقه کیفری نداشتن و پلیس هیچ ارتباطی بین این 3 برادر و قربانی یعنی میشل پیدا نکرد. به نظر می‌رسید که هیچ کدومشون قبل از مرگ میشل اونو نمی‌شناختن. همشون هم ظاهراً کارهای موفق و شغلی موفقی داشتن. دونالد یک کارآفرین بود. کنت و جری هم هر کدوم تجارت شخصی خودشون رو داشتن. از بیرون این 3 برادر مثل آدمای معمولی و زحمتکش و دوست داشتنی به نظر می رسیدن. هیچ کس فکر نمی کرد که یکی از اینا بتونه یه همچین جنایتی رو انجام بده. ولی تحقیقات ژنتیکی نشون میداد که یکی از این برادر قاتل میشل بوده. حالا مامورا باید بفهمن که کدومشون بوده. برای این کار یه عملیات مخفی رو انداختن. مأمور دنلینگر میخواست بدون اینکه برادر رو بفهمن مظنونن، نمونه‌های دی ان ایشون رو جمع آوری کنه. میخواست قبل از هر اقدامی یه مدرک دی ان ای داشته باشه. بنابراین اون و تیم شروع کردن به مخفیانه زیر نظر گرفتن و دنبال کردن این 3 تا برادر. منتظر بودن تا یه چیزی که دی ان ایشون روش باشه مثل بطری آب یا دستمال کاغذی رو پیدا کنن. مامورا زباله که دونالد بیرون از خونش گذاشته بود رو جمع کردن و نمونه از دی ان ای اون رو گرفتن. بعد کنت و جری رو هم که جداگانه برای ناهار رفته بودن دنبال کردن و موفق شدن که یه نی نوشیدنی که هر کدوم ازشون استفاده کرده بودن رو بگیرن. این نمونه ها رو بلافاصله به آزمایشگاه فرستادن و معلوم شد که دی ان ای یکی از این 3 برادر با دی ان ای خون پیدا شده روی بدن میشل کاملا مطابقت داره و بالاخره معلوم شد که جری که در سال 1979 حدوداً 25 سال سن داشته قاتل بوده. دونالد و کنت به عنوان مظنون رد شدن چون دی ان ایشون با دی ان ای خون پیدا شده مطابقت نداشت، اما دی ان ای جری کاملا با دی ان ای خون روی لباس و دنده ماشین مطابقت داشت. با این مدرک مأمور دنلینگر به اونجا رفت تا با جری در مورد قتل میشل توی 40مین سالگرد مرگش صحبت کنه. این کار اتفاقی نبود. مامورا امیدوار بودن که اگه اون روز در مورد قتل میشل با جری صحبت کنن، شاید با این کارش یه واکنش احساسی ازش بگیرن و اونو ترغیب کنن که اعتراف کنه. در 19 دسامبر 2018 مأمور دنلینگر پیش جری رفت و توضیح داد که چرا اومدن اونجا. بعد از معرفی مامورا شروع کردن به پرسیدن سوالهای کلی و مبهم در مورد این پرونده. مثلا اینکه آیا جری میشل رو قبلا میشناخته یا نه،
یا اینکه قبلا صورتش رو دیده بوده یا نه. جری گفت شخصا میشل رو نمیشناخته، اما احتمالاً صورتش رو توی خبرها دیده بوده. اما در نهایت به خاطر همون مدرک دی ان ای جری رو به عنوان قاتل مطرح کردن. واکنش جری به این موضوع یک کمی عجیب بود. اصلا انگار گیج نشده بود اینکه به قتل متهم شده. اصلا واکنش خاصی نشون نداده بود. همون روز بعد از مصاحبه جری رو دستگیر کردن، ولی جری همچنان انکار میکرد و میگفت که بیگناهه. البته قبل از دادگاه پلیس و دادستان همه تلاششون رو برای جمع‌آوری مدرک علیه جری کردن، چون به طور کلی همه پروندهشون فقط داشت روی دی ان ای میچرخید. هیچ مدرکی وجود نداشت که جری میشل رو میشناخته، پس انگیزه هم مشخص نبود. هیچ شاهدی هم نبود که جری رو اون شب توی مرکز خرید دیده باشه یا شاهد جرم باشه. میدونستیم که جری سابقه کیفری نداشت. بعد از دستگیری جستجو برای پیدا کردن مدرک ادامه داشت. کاراگاه وقتی به گوشی جری نگاه کردن دیدن تو سال 2018 یه سری چیزای خیلی بد و آزاردهنده در مورد تجاوز به زنای بلوند توی گوگل سرچ کرده. یه سری چیزایی مثل تجاوز به جنازه دخترای بلوند یا رابطه جنسی با مرده‌ها. تحقیقات نشون میداد جری به دنبال پورنوگرافی با محتوای تجاوز و قتل زنای بلوند هم بوده. این برای دادستانی شواهد قوی در مورد انگیزه قتل میشل بود. دادستانی استدلال میکرد که انگیزه جری جنسی بوده، اما وکیل مدافع موفق شد جلوی ارائه این شواهد رو توی دادگاه بگیره. وکیل جری درخواست کرد که قاضی اطلاعات مربوط به جستجوهای اینترنتی جری رو از دادگاه حذف کنه، چون بین قتل میشل و این جستجوها حدود 39 سال فاصله وجود داشت. میگفتن این اطلاعات ارتباطی به پرونده ندارن و قاضی هم باهاشون موافق بود. نتیجه این که دادستان اجازه نداشت که این جستجوها رو به عنوان مدرک علیه جری مطرح کنه. دادگاه جری برای قتل تو فوریه سال 2020 یعنی بیش از 4 دهه بعد از این جنایت برگزار شد. اما قوی ترین و مهمترین مدرک علیه جری وجود دی ان ای اون روی دنده ماشین بود. وکلای مدافع میدونستن که دی ان ای جری روی لباس و ماشین میشل هست، اما سعی کردن بگن یه توضیحی برای این وجود داره. گفتن شاید دی ان ای جری به طور تصادفی به لباس منتقل شده، یعنی یه انتقال ثانویه دی ان ای. وکلای مدافع دکتر مایکل اسپنس رو به عنوان شاهد آوردن. دکتر مایکل متخصص مولکولی بود و میگفت که دی ان ای جری شاید به طور ناگهانی به لباس میشل منتقل شده. یعنی وکلای مدافع گفتن که جری چند باری با خانواده‌اش به مرکز خرید رفته، هرچند که یادش نمیومد شب قتل میشل هم اونجا بوده یا نه، اما شاید شب قتل اونجا بوده و قاتل واقعی میشل هم اونجا بوده. گفتن شاید جری با قاتل تصادفی برخورد کرده، یا شاید جری با کس دیگه‌ای که میشل باش در ارتباط بوده، مثلا تو جشن گروه کور یا مرکز خرید برخورد کرده و دی ان ای جری از طریق اون شخص به لباس میشل منتقل شده. وکلای مدافع همچنین گفتن که شاید یه دلیل بیگناهی برای پیدا کردن دی ان ای جری روی دنده ماشین میشل وجود داشته باشه، چون جری تو دهه 70 برای یه نمایندگی فروش ماشین‌های بیوک کار می‌کرده و میشل هم با ماشین بیوک الکترای خانواده‌اش کشته شده. شاید خانواده میشل همون ماشین رو از نمایندگی جری خریدن و وکلای مدافع میگفتن دی ان ای جری روی لباس و دنده ماشین به خاطر انتقال ثانویه ناگهانی، یعنی به خاطر کار کردن جری توی نمایندگی فروش ماشین و خرید ماشین میشل از اونجا بوده. البته دادستانا این حرف رو خیلی مسخره میدونستن. به نظرشون غیر منطقی بود که دی ان ای جری به ویژه خون جری روی لباس و ماشین میشل به خاطر انتقال ثانویه باشه، مخصوصا که جری خودش گفته بود که توی درگیری با میشل خودش رو زخمی کرده. دادستانا اصلا این حرف رو باور نکردن. اگه قراره بگن انتقال ثانویه بوده، چرا دی ان ای کس دیگه‌ای روی لباس یا ماشین پیدا نشد؟ میشل با دوستاش و حتی دوست پسر قبلیش هم توی مرکز خرید دیده شده بود، ولی دی ان ای هیچ کدوم از اینا پیدا نشده بود. دادستانا یه شاهد مهم هم داشتن به اسم مایکل الیسون. مایکل با جری توی زندان قبل از دادگاه همسلول بود. مایکل میگفت یه روز از جری پرسید که آیا این قتل رو مرتکب شده یا نه. جری جواب قطعی نداده بود، نه گفته بود آره، نه گفته بود نه. فقط گفته بود که نمیتونم راجبش حرف بزنم. یه بار دیگه هم ظاهرا جری واسه مایکل یه روزنامه امضا کرده بود، یه روزنامه‌ای که عکس میشل و جری توی صفحه اولش بود. یه بار دیگه هم جری و مایکل یه بازی مثل کارت انجام میدادن. مایکل مدام جری رو میبرد و جری بهش گفته بود اگه همینطوری ادامه بدی مجبورم ببرمت مرکز خرید. همینطور میگفت که مهم نیست توی دادگاه برای قتل میشل محکوم بشم یا نه، چون هر جور که شده 40 سال آزادی نصیبش شده و 40 سال با زن و 3 تا بچه‌اش آزاد بوده. دادگاه جری 24 فوریه سال 2020 برگزار شد.
فقط حدود 3 ساعت طول کشید تا به نتیجه برسن. در نهایت هیئت منصفه با دادستان‌ها موافق بودن و جری 67 ساله رو به خاطر قتل درجه 1 میشل محکوم کردن. بعد از 41 سال بالاخره قاتل میشل دستگیر شده بود و عدالت برقرار شده بود. در اکتبر سال 2020 جی رو به حبس ابد بدون امکان آزادی مشروط محکوم کردن. یعنی دیگه قرار نبود از زندان بیاد بیرون و تا آخر عمرش اونجا میموند. این از پایان پرونده امروزمون. امیدوارم که از این پرونده خوشتون اومده باشه. ممنون میشم که با لایک و سابسکرایب کردن و کامنت ازم حمایت کنین. تا پرونده بعدی، خدا نگهدار.